ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شام 8 اکتبر با سفر دولتی وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. پوتین را در فرودگاه پرزیدنت امامعلی رحمان پیشواز گرفت. برنامه سفر رئیس جمهوری روسیه از گذاشتن گلچنبر بر پایه مجسمه اسماعیل سامانی آغاز شد. قرار است امروز ولادیمیر پوتین با امامعلی رحمان علیه و بعداً با حضور هیئت آواخری گذراند. سفر پوتین به تاجیکستان تا 10 اکتبر ادامه می‌کند، ولی به جز برنامه عمومی سفر و دیدار و گفتگوها جزئیات درباره موضوع مشخص صحبت و سازشنامه‌های احتمالی داده نمی‌شود. تنها صبح 8 اکتبر مقامات کرملین در شرح نقشه کاری رهبری روسیه در تاجیکستان گفتند تا 15 سند همکاری امضا می‌شود و قرار است درباره همکاری‌های سیاسی، تجاری، اجتماعی، فرهنگی و انسان دوستانه بحث و تبادل نظر صورت بگیرد. قرار است ولادیمیر پوتین در نشست آسیای مرکزی روسیه و همایش سران کشورهای عضویت دولت‌های مستقل شرکت کند.